بیا دست پشتش کن سرکاپو توشین سرکاپو رفته خدا او که باشه کابو چیده آمادگی برای مرگ در میزند. مرگ قرار است تمام خنده ها را تبدیل به گریه ها می کند. آغوش گرم و بستر گرم را تبدیل به خاک تیره می کند. وقتی اسرائیل می آید مکاشفت قلوب محمد غزالی رحمت الله علیه می فرماید پیش از این که جان این بنده را بگیرد تمام عملکرد زندگی را به او نشان می دهد. نوشته باشد زنا، شراب، بینمازی، معصیت خدا، قمار در نامه اعمال ما نوشته باشد، به طرف اون نگاه کن، به طرف اسرائیل نگاه کن. چی می شود؟ یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم. ای انسان چی چیز تو را فریب داد؟ چی چیز تو را فریب داد که نافرمانی پروردگار کریمت را کردی؟ خدا با ما چی کرده؟ به اصطلاح عامیانه و ساده گناه خدا چیست؟ خدا با ما چی کرده؟ چی جفای خدا با ما کرده که این اندازه نافرمانیش میکنی؟ این اندازه به الله جفا میکنی؟ چی نیکبختایی هستن؟ 2 هفته پیش یک کلیپ را ما دیدم، او را ما ذخیره کردیم. یک کلیپ را ما دیدم، یک مرد 61 ساله. ассалому алайкум бародарону хоҳарони исломӣ. ба муносибати солгарди муҳоҷиртур аксияҳои хело баланд пешниҳод намудааст барои сафар ба ҳаҷи умра аз Москва то Дубай ва Мадина. ба фикрам хело шахсон интизори ин аксияҳо буданд. шитобед то қафо намонед. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран ва агар аз номи канали мо роҳи фарду муроҷиат намоед боз арзонтар хоҳанд кард. аллоҳ нигаҳбонатон бошад. یا 62 ساله خودش کافر است، در بستر مرگ قرار دارد در شفاخانه. میگه در همین اثنا که در حالت مرگ است چشم خود را باز میکند، میگوید یک روحانی مسلمان را گرفته بیاورید. همین پیر 62 ساله کافر وقت خدا بخواهد بنده ای را نجات بدهد چی کار میکند؟ گفت این را گرفته بیاورید. میگه رفتن یک عالم را پیدا کردن چون زیاد اصرار کرد. وقتی آوردن در بستر من خودم تماشا کردم. وقتی در بسترش می آورد به اشاره میگه اما کلمه را بخوان که من مسلمان شدم. تکبیر! این عالم برش میگه اشهدو و میگه اشهدو لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله. همین که این را میخوان جان به جان آفرین دست میکنن. ولی این هم براتون بگویم هفته پیش در مصر اتفاق عجیب افتاده است. بیاییم که از این جوانا باشیم. ای جوان به خدا یک بار اگر خدایت را راضی کردی در وقت معصیت هم دستت را میگیره. وقت یک بار الله را راضی بکن، یک کار برای اون بکن، فقط یک کار برای اون بکن که نه ریا باشد، دل پدر بشکند اشکال ندارد، مادر خفه شود اشکال ندارد، کل دنیا از تو ببرد اشکال ندارد، اما کی راضی باشد؟ الله. همین هفته پیش که اتفاق عجیبی در مصر می افتد. یک جوان شرابی در دروازه مسجد آمده میخواد داخل مسجد شود. شرابم خوردم مستم هست. خواستن که این را از مسجد بیرون بیاندازن. هرچه کردن این جوان نمیخواهد که بیرون برود. چیخ میزند. من کلیپش را دارم. چیخ میزند و فریاد. وقتی میخواهد به زور داخل شود نمیگذارن. چند سیلی هم به صورتش میزنن ولی گریه میکنه که مرا بگذارین داخل مسجد چون بگذارین داخل مسجد چون تا امام مسجد میآید. ببینین این دل امام مسجد را کی آماده کرده؟ بگوین امام مسجد برش میگه که بگذارین بان بیاید. وقتی داخل مسجد میشه شرابی هنوز شراب خورده مست است. میگه چی کنم؟ چی میخوایی؟ به امام میگه مرا جماعت بده. میگه ما خو نماز خواندیم. میگه نه من قبول ندارم به ما جماعت بده. امام به خاطری که دل از این خوش شوی خوش شرابی است فعلا مدهوش است به هوش نیست. بیا میگه
شروع میکنه به نماز دادن. نمیفهمم سوره یاسین را میخوانم و فراموش کردم، تازه ندیدمش. سوره یاسین را میخوانه یا سوره الرحمن را؟ وقت نماز رکعت دوم میشود، این انسان شرابی سر به سجده میگذارد، امام سلام دور میده، هنوز سرش از سجده بر نداشته. وقتی دست میدم که جان به جان آفرین تسلیم کرده است، جان به جان آفرین تسلیم کرده. میدانید کار کرده بوده که خدا نخواسته در حالت شراب جان بدهد، کار کرده بوده که الله نخواسته این انسان به طرف جهنم سوق داده شود، بلکه الله میخواست در آغوش رحمتش بیاید. چرا رسول خدا میفرماید نزدیکترین بنده به خدا در حالت است که سرش به سجده باشد. این به حالت سجده جان میده. بیاییم کار کنیم. ما امی پیشتر چند لحظه قبل همسر آواز مرا میشنوه، همینجا هست. بعد از اینکه من این مطالعه میکردم این کتاب را، اونجا نوشته بود باب شدت الموت، باب شدت مرگ، شدت جان دادن. من به همسرم گفتم که من نمیدانم که خدا چه رقم جان من میگیره، چه رقم جان من میگی و من معلوم نیست. چرا بسیار نافرمانی کردیم، بسیار خطا کردیم. هر کدام ما بیندیشیم که الله چگونه ما را قبض روح میکنه. عزیز من بیاییم بیدار شدیم. به خدا دل من میسوزد، هم به حال خودم هم به حال جوان، که چرا جوان هنوز نافرمانی الله میکنه، چرا جوان هنوز نماز نمیخواند، چرا جوان هنوز دستش به معصیت آلوده است، چرا هنوز جوان زمانش فرا نرسیده که توبه بکند. علی دقیق فرمود کسی که یاد مرگ میکند اول صفتش همیست که تعجیل التوبه، عجله به توبه میکند. صفت دومش همی است و قناعت القلب، قلبش قناعت داره. امروز ما هرچی پول به دست میاریم، ما هرچی پولدار هستیم، باز شکایت ما با آسمان رسیده. همه چیز داریم، شکم ما از نان سیر است، آب سرد می نوشیم، لباس خوب داریم، سر صورت ما تازه است، صحت داریم، هنوز روح در بدن ما هست، هنوز اکسیژن داریم، از خدا شکایت میکنیم. میگیم به کدام کشور بریم که زندگی رفاه و آسایشی داشته باشیم. از شما پرسان میکنم اسرائیل ترکیه را ندیده؟ آمریکا را ندیده؟ قدرت هست که مانع شود؟ نمی شود. هر جایی که بری به سمت تو می آید. امکان ندارد که از چنگ اسرائیل تو نجات پیدا بکنی.